در واقع اگه یک نفر از دنیا بره ممکنه 2 یا 3 نفر ممکنه پشتش شب هفتش نشده از دنیا برن. اون موضوع برمیاد به چند سال پیش که یه گنج تو اونجا بود. وقتی اون گنج در آوردن تلس و تلسمش به نه فقط روستایی به 3 روستای دیگه که از اون استفاده می‌کردن تلسم اونجا رنگ گرفته. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره مصاحبه کنیم با آقا امیر عزیز که به من توی تلگرام پیام دادن، گفتن که یه قبرستونی توی محلشون وجود داره که مثل اینکه اون قبرستون طلسم شده است. حالا داستانو از زبون آقای امیر میشنویم. آقا امیر سلام. سلام، وقتتون بخیر خداوند عزیز. آرزوی سلامتی دارم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا امیر، از اولین داستان یعنی چی شد که فکر کردین آرامگاه این قبرستونی طلسم شده است؟ موضوع بریم به محلی که با اون همسایه بود یا نزدیک بودیم اون محله. اونجا اقوام هم چون اونجا ساکن بود، اونجا یک نفر از دنیا میره. بعد شب هفتش گذشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. من خب تعجب کردم، گفتم چرا اینطوری و اینا. از دوستم پرسیدم، گفت چرا بعد اتفاق من اتفاق خاصی قرار بیفته بود. داستان اون موقع ازش بهش گفتم آقا تو محل ما همچین اتفاق میفته. گفت نه طبیعی نیست و ممکنه. تو محل شما چه اتفاقی میفته؟ تو محل ما در واقع اگه یک نفر از دنیا بره ممکنه 2 یا 3 نفر ممکنه پشتش شب هفتش نشده از دنیا برن. آها، یعنی یه نفر که میمیره یعنی 3-4 نفر با خودش انگار میبره. آها. خب بعد همین موضوع واسه اون سوال شد. رفیقم پیشنهاد گفت آقا بریم آمار این موضوع رو در ببینیم موضوع از کجا اومده. بعد رفتیم پیگیری شدیم. اول پدر بزرگم سوال کردیم چون که خورده سنش بالاتر بود و از قدیمیای بله از قدیمیای رفتیم پرسیدیم اون موضوع برمیاد به چند سال پیش که یه گنج تو اونجا بود. اون زمان آرامگاه یه زمین بود، یه زمین معمولی بود، کسی دست بهش نیست، زمین شخصی بود، ولی شخصی اومدن این گنج انگار گرفتن کردن و بعد چند وقت اون زمین آرامگاه شد. اون زمین قبرستون محل شد. بعدم طلسم هم شد. وقتی اون گنج در آوردن طلسم و طلسمش به نه فقط روستای ما به 3 روستای دیگه که از اون استفاده میکردن طلسم اونجا رنگ گرفته. آها، یعنی یه گنج داخل اون زمین بوده، یه عده کندن این گنجو و بعد اون طلسم گنج رو باطل نکرده. بله، باطل نشده. بعد اون اتفاق افتاد و همون کسایی که انگار گنج رو گرفتن انگار به طور مرموزی هم ناپدید شد. یک نفرشون هم مرد. میدونی که چند نفر بودن؟ نه دقیق نمیدونم، اون زمان نبودن است. بعد یکی از اون اقوام خیلی بزرگ بود، انگار دوره کودکی ما انگار بود فوت کرد. همون صحنه بعدا یادمه. با خونه پدر بزرگم بودیم. بعدا گفتن که آقا در چوپونم بود، خانومش انگار اومد هی دادفریاد آقا شد. یه هفته گذشت اینا شوهرش انگار نیومد خونه و اینا، گم شده بود. آره، همون کسی که گنج کنده بود، یکی از اون آدما یکی از اون. خب رفتیم گشتیم و تو کوه و اینا دیدیم که یک سری از گوسفنداش پخش و پلا شدن و اینا. رفتن دیدیم بلندی افتاده پایین. چشش هم یه چشی بود انگار یه چیز وحشتناکی دیده بود. رنگم از بدنش پرید. ما همین موضوع رو برای یادم انداخت، یادآوری کرد. رفتیم من دوستان تصمیم گرفتیم بریم قبرستون ببینیم چه خبره اونجا. شاید بتونیم یه چیزایی گیر بیاریم، یه چیزی که رفتیم دیدیم 2 تا قبرستون گشتیم، هیچ خبری نبود. درسته؟ همین چه عادی بود. رفتیم تصمیم گرفتیم بریم این 4 دیواری آرامگاه. 4 دیواری قبرستون یه محل عزاداری بود. میرفتن اونجا عزاداری میکردن و یعنی یه اتاقکی بود که قبرستون شد. خب یک بخش مردا رو گشتیم، هیچی پیدا نکردیم. قرآن اونجا بود، تابلوهای یه سری شهید هم تو محل بودن، عکسشون اونجا بود. یکی از اون شهیدها عکسش اونجا بود. اینجا چی پیدا نکردیم. رفتیم سمت بخش خار. اونجا بخش بانوان خالی بود و هیچ اونجا نبود. درسته؟ یه خورده گشتیم، رفتیم وارد اتاقک شدیم. رفیقم میگه یه چیز سیاهی دید.
یه چیز قد بلند بوده. خیلی قد بلند بود. خیلی قدش بعد بلند. چهرهش رو تونستیم ببینیم؟ اصلا چهرهش رو ندیدیم. من چون رسیدم دیدم که چیزی نیست. فکرم خیالاتی شد. خب رفتیم به گشتن داخل اتاقک خانوما. اونجا خب خلوت و کسی هم نبود. دیدیم که یه لحظه دیدم که یه ساگه یه بچه پسر بود از جلو رد شد وسط بین من دیوار غیب شد. نه شما خودتون دیدی؟ خودت با چشمان خودتون؟ آره من و رفیقم با هم دیدیم. تمرکزمون از دست دادیم. اصلا گیج شدیم نفهمیم. نمی‌دونستیم چیکار کنیم اینا. یکم بیشتر گشتیم دیدیم که یه چیزی شبیه یه بچه گربه یا یه موش و یه بچه گربه شبیه اینا بود. مستقیم اومد سمت ما. یوی غیب شد. از اینکه پامون رسید غیب شد اصلا. کلا غیب شد. آره. و از اون تصمیم گرفتیم برگردیم. دیگه چیزی نشده دیگه اونجا رفتیم. دیگه بعد از اون هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد به جز این تلس همچنان تو معلوم ادامه داره. یعنی هنوز که یه نفر میمیره پشت سرش چند نفر هم فوت میکنه. بعد واسه اون تلس هیچ دعاگری هیچ چیزی نمی‌مونه. اومدن اما گفتن که تا اون گنج برمیگرده تلس میشن یا اون گنج برمیگرده سر جاش یا اون تلس همینطوری ادامه داره. تلس ادامه داره. خیلی ممنون از شما همین و از شمایی که تا آخر ویدیو رو دیدید. اگه واسهتون همچین اتفاق ماورایی چیزی افتاد میتونید به آیدی که واسهتون میذارم پیام بدید و اگه دوست داشته باشید میتونید توی این مصاحبه ها شرکت کنید و حالا شاید یه نفر پیدا شه که کمکی چیزی هم بکنه. دمتون گرم. فقط لایک و ساب فراموش نشه و اصلا نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.